پایتخت پاکستان شهر اسلام آباد برای پیشواز گرم پرزیدنت چین سی جین پینگ آماده شده است. در سراسر کوچه های اسلام آباد پرچم های پاکستان و چین، عکس های رهبران دو کشور و شعارها درباره دوستی دو مملکت همسایه آویخته شده‌اند. پیش بینی می شود که در جریان این سفر برنامه های سرمایه‌گذاری پکین در بنیاد دالان نقلیاتی میان چین و پاکستان که به 46 میلیارد دلار برابر بوده، چین را با بندر پاکستانی در ساحل بحر عربی می‌پیوندد به امضا خواهد رسید. در پایتخت اوکراین شهر کیف روز یکشنبه مراسم دفن روزنامه‌نگار الیس بوزینا که چند پیش کشته شد برپا گشت. بعضی از شرکت کنندگان این مراسم با صدای بلند مقامات اوکراین را قاتلان و فاشیست ها عنوان دادند. به قول آنها مقامات کشتار بوزینا را که با طرفداریش از روسیه مشهور بود سرپرستی کردند. مشاور پرزیدنت اوکراین پیوتر پروشنکو از احتمال دور نمی‌داند که روسیه با هدف‌های ترغیباتی کشتار بوزینا را فرمایش داده باشد. در پایتخت قرقیزستان یک گردهمایی به طرفداری از شامل شوی با سرعت این جمهوری به اتحاد اقتصادی اوراسیا برپا شد. پرزیدنت قرقیزستان المازبک اتمبایف در ماه دکبر گذشته شرطنامه ورود کشورش به این اتحاد را امضا کرده اظهار امید نمود که تا ماه می سال روان کشورش به عضویت کامل آن پذیرفته می شود. روند تهیه سندهای قرقیزستان برای ورود به این اتحاد هنوز هم ادامه دارد.